موتورهای لباسی رو میخوام بهت خیلی ساده یاد بدم چجوری راه اندازیش کنید بدون برد و سیمکشی لباسی با برق مستقیم. موتور پرمصرفی که تو بازار هست، اکثر لباسی‌های دیو، اسنووا، ال جی، سامسونگ ازش استفاده میکنن، موتورهای 9 سیمه. سیم بندیش هم به این شکلیه، دو تاش برای تاکو موتورشه، دو تاش برای زغالته، یه دونه که ارت بدنه است، بقیه هم میشه سیم پیچ خود داخل دستگاه. طریقه تستش چجوریه؟ خیلی ساده است. اول رنگ سیمای زغال رو پیدا میکنیم، یه زغال با یه سیم پیچ رو سری میکنی، یعنی به هم دیگه وصل میکنی، به اصطلاح 1 و 3 رو با هم دیگه وصل میکنی، 2 و 6 رو بهش برق میدیم، این 1 و 3، 2 و 6 هم بهش برق میدیم، سیم دوم و سیم ششم. این دوتای آخر دقت کنید سیم تاکو موتوره، به هیچ وجه برق مستقیم بهش نمیدیم. پس توی این مدل 9 سیم 1 با 3 سری میشه، جامپش میکنیم، 2 و 6 هم برق میدیم. اول با لامپ تستمون امتحان میکنیم، لامپمون روشنه، دستمون مدار میذاریم که اتصال نداشته باشه. حالا میریم رو برق مستقیم، برق 220 ولت شهری. موتورم نگه دارید که نپره. ببینید خیلی راحت، خیلی سریع و ساده موتورهای 9 سیم رو بهتون گفتم که چجوری میتونید خودتون تست کنید، مطمئن شید که موتور سالم هست یا نه، که این نحوه سلامت این موتور رو ما اینجا تست کردیم. موتور بعدیمون که اونم باز زیاد هستش از این نوع موتور 6 سیم، باز هم زغالیه. همونطور که گفتم بهتون 2 تا سیم تاخو رو فراموش کنید، اصلا بهش برق مستقیم نمیدیم. 4 تا میمونه، 2 تاش میشه زغالامون، 2 تاش هم میشه سیم پیچ. رنگ سیم زغالمون مشکی و قرمز هست، میشه این 2 تای وسط، سفید و سبز هم میشه سیم پیچ. خب چجوری بود؟ گفتم یه زغال و یه سیم پیچ رو جامپش میکنید یا سری میکنید. ببینید قرمز مشکی و سبز رو جامپش کردم، مشکی میشد یه زغال، سبز هم میشد یه سیم پیچ. به یه دونه زغال و یه سیم پیچ هم برق مستقیم میدیم. باز اینم با لامپ تستمون برق تستمون اول امتحان میکنیم، مستقیم تو 220 ولت نمیزنیم. خب حالا میریم 220 ولت. توی موتورهایی که زغالی هستن شما اگه دور بالا رو بتونید تست کنید و پیدا کنید و کار کنه مثل این، یعنی که چپ و راستش هم سالمه و هیچ ایرادی نداره. یه دونه موتور هستش که دیگه زغال نداریم، دقت بفرمایید، زغالی در کار نیست تو کل موتور. به این موتورها موتورهای خازنی میگن. برای راه اندازیش به یه خازن نیاز داریم. تو مدار خود لباسی هم خازن هست. این یه ذره شاید سخت‌تر باشه ولی خیلی ساده باز بهتون توضیح میدم. اول خازنمون رو وصل میکنیم، میایم سر سیم بندیمون. این 5 سیمه، یکیش که تکیه میشه کام یا مشترک، اون دوتا وسطیمون میشه دور کندش به اصطلاح، دوتای پایین میشه دور تندش، یعنی چپ و راست دور کند و دور خوشکن بالا. پس کاممون مهمه که پیدا کنیم توی این مدل‌ها، اونی که تکیه میشه کاممون. پس اول یکی از برقا رو میدیم به کام که دیگه اشتباه نکنیم، اون یکی ها رو دیگه به اون کاری نداریم، مستقیم میایم از خازن استفاده میکنیم. حالا میدیم توی برقمون و این الان داره چپ میزنه،
و این الان باید راست بزنیم. میریم تو برق 220. ببینید خیلی سریع دور تندشو ما تست گرفتیم. توی موتورهای خازنی چپ و راست دور کندم میتونید تست کنیدش. اول باید موتور توقف کنه. این الان راست داره میزنه دور کند، سرعت نمیگیره و این هم چپ میزنه دور کندش. خیلی راحت و ساده بدون مدار با برق مستقیم راه اندازی موتورها رو بهتون گفتم. یه موتور دیگه هم هستش که خیلی ازمون خواستن که حتما آموزش رو بذاریم برای همکارا که خب خیلی ساده است، برای افرادی که تازه میخوان یه ذره آشنان با لوازم خونگی. موتور کولرهای دستیه که شفت یا تاقان نداره، مستقیم خود پرمانه تو مداره. خود موتورش رو براتون هم تست کنم. ببینید همشون با برندش کار نداریم، همشون به این شکلن که یه دونه کابل مستقیم اومده که 3 تا سیم داره، یکیش که کام مشترکه، یکیش دور تنده، یکیش دور کنده. 2 تا سیم جدا هم اومده، 2 تا سیم جدا رو مستقیما وصل میکنیم به خازه. درست شد؟ حالا میریم اصلیشو تست کنیم. 3 تا سیم اینجا برام میمونه. کام رو پیدا میکنیم، مشترک رو پیدا میکنیم، این از مشترکمون میزنیم تو برق و اینجا. این الان دور کندشه، این الان دور تندشه. حالا برق 220 هم میزنیم که کاملا متوجه بشه. این الان یه دورش، این هم یه دور دیگهش. خیلی ساده و راحت. باز هم اگه سوالی داشتید، مشکلی داشتید، حتما کامنت بذارید، نظرتون رو بگید. هر چیزی که من داشته باشم خیلی ساده و راحت بهتون آموزش میدم تا بتونید خودتون راه اندازیش کنید. موفق باشید.